حالا اگه کم اضافه تر از این حتما یه اصراری هست که از راهکارهای این هستش که یک نوع سیستم فدرال هم داشته باشیم. تنها پاسخ هم این هستش که خب بله اینم میتونه یکی از گزینه‌ها باشه. در مثل فرض بکنید مسئله فدرالیسم در آینده مملکت به عنوان یک نوع گزینه شکل حکومت دموکراتیک. ملت ایران تشکیل شده از گروه‌های مختلف اجتماعی، مذهبی، فرض بکنید ملیت‌های مختلفی که داریم، کرد داریم، آذری داریم، بلوچ داریم. ملیت‌های مختلفی که داریم، کرد داریم، آذری داریم، بلوچ داریم. اینها همه مجموعی هستند که تشکیل دهنده اون ملت هستند. فرض بکنید ملیت‌های مختلفی که داریم، کرد داریم، آذری داریم، بلوچ داریم. اینها همه مجموعی هستند که تشکیل دهنده اون ملت هستند. فرض بکنید ملیت‌های مختلفی که داریم، کرد داریم، آذری داریم، بلوچ داریم. اینها همه مجموعی هستند که تشکیل دهنده اون ملت هستند. فرض بکنید ملیت‌های مختلفی که داریم، کرد داریم، آذری داریم، بلوچ داریم. ما ممکنه که اقوام یا ملیت‌های مختلفی داشته باشیم. برای پی بردن به راست یا دروغ بودن مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با الوطن، دقیقاً همین مطلب رو در گوگل جستجو میکنیم. در نوار جستجوی گوگل می نویسیم مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با الوطن. ابتدا به صورت عادی روی این لینک که از تارنمای خود شاهزاده رضا پهلوی است کلیک میکنیم. در اینجا میبینیم که در سایت نوشته شده این صفحه وجود ندارد. حال باز میگردیم به صفحه جستجوی گوگل و روی فلش جلوی لینک مورد نظر کلیک میکنیم. کلمه کشت رو میبینیم که اگر روی این کلمه کلیک کنیم آخرین تغییرات ذخیره شده از این سایت رو به ما نشان میدهد. این سیستمی است که گوگل آخرین تغییرات یک سایت رو
ذخیره می‌کنند. از لینک متوجه می‌شوید این مطلب از سال 2007 روی سایت بوده، ولی در تاریخ 11 آگوست در ساعت 16 از روی سایت ایشون حذف شده. در گذشته شورای امنیت در مورد چند کشور از جمله صربستان، افغانستان و اخیراً هم لیبی به ائتلاف‌های غربی اجازه دخالت نظامی رو داده. آیا اگر در مورد ایران هم شورای امنیت چنین تصمیمی بگیره شما از اون حمایت می‌کنید؟ ابداً. من مخالف کامل هر نوع برخورد نظامی به هر دلیل و شکلی در ارتباط با کشورم هستم.